محافظه‌کاری. این ایدئولوژی میگه چیزی که کار میکنه رو خراب نکن. محافظه‌کارها به سنت‌ها، خانواده و دین احترام میذارن و معتقدن تغییرات باید خیلی آهسته و با احتیاط انجام بشه. لیبرالیسم. کلمه کلیدیشون آزادی فردیه. لیبرال ها میگن هر کس باید آزاد باشه تا برای زندگی خودش تصمیم بگیره و وظیفه دولت حفاظت از آزادی و حقوق مردمه، نه دخالت تو زندگیشون. ایده‌هایی مثل حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان مستقیما از قلب این ایدئولوژی بیرون اومدن. میانه‌گرایی. میانه‌روها دوست دارن در محدوده‌ای بمونن که از نظر سیاسی برای عموم قابل قبول باشه، که بهش پنجره اوورتون میگن. اغلب میانه‌روها غیر سیاسی هن، ولی کمی دانش درباره سیاست دارن و معمولا سیاست‌های متعادل رو ترجیح میدن. سرمایه‌داری. یک کلام، اقتصاد بر اساس رقابت و سود. تو این سیستم هر کس میتونه کسب و کار خودش رو راه بندازه و برای پول درآوردن با بقیه رقابت کنه. این سیستم باعث پیشرفت تکنولوژی و افزایش ثروت شده، اما نابرابری و فاصله طبقاتی هم به همراه داره. سوسیالیسم. ایده اصلیشون انصاف و برابریه. سوسیالیست ها میگن ثروت و منابع مهم کشور مثل صنایع بزرگ باید دست همه مردم باشه، نه فقط یک عده پولدار. سوسیالیسم توی دنیای مدرن طرفدار خودمدیریتی دموکراتیک کارگرها و گرفتن مالیات سنگین از ثروتمندانه. کمونیسم. محور کمونیسم مالکیت اشتراکی ابزارهای تولید، توزیع و مبادله است. سیستمی که محصولات رو بر اساس نیاز بین همه اعضای جامعه تقسیم میکنه. توی یه جامعه کمونیستی مالکیت خصوصی، طبقات اجتماعی، پول و دولت وجود نداره. سندیکالیست فرزند سوسیالیسمه. معتقد بهترین راه برای رسیدن به جامعه سوسیالیست، اتحادیه سازی کارگری، تشکیل سازمان‌های کارگری محلی و پیشبرد خواسته ها با اعتصاب و اقدام مستقیمه. صنف‌گرایی به جای اینکه مردم رو بر اساس طبقه اجتماعی یا حزب سیاسی جدا کنه، جامعه رو بر اساس صنف‌ها یا گروه‌های شغلی سازمان میده. در این ایدئولوژی کارگران نماینده خودشونو دارن. کشاورزها، معلمها، پزشکها و غیره هم همینطور. همچنین دولت بین این صنف‌ها هماهنگی ایجاد میکنه تا اقتصاد بهینه اجرا بشه. آزادی خواهی. این ایدئولوژی میگه دولت لطفاً برو کنار. آزادیخواهان خواهان حداقل دولت هستند و معتقدند مردم باید کاملا آزاد باشند تا وقتی که به کسی آسیب نزنند. این ایدئولوژی به اصول مشابه لیبرالیسم مانند برابری در برابر قانون و حقوق اساسی برای زندگی، آزادی و مالکیت اعتقاد داره. آنارشیسم. این گروه کلاً با هر نوع رئیس و دولت مخالفن. آنارشیست ها معتقدند مردم میتونن بدون نیاز به حکومت مرکزی با همکاری داوطلبانه جامعه رو اداره کنن. جدایی طلبی که بهش تجزیه طلبی هم میگن، دنبال اینه که یک ملت، کشور، دولت مستقل یا حکومت جدید بسازه که از یک کشور بزرگتر که الان وجود داره جدا شده باشه. فمینیسم هدفش روشنه، رسیدن به برابری کامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین زن و مرد. فمینیست ها معتقدن که جوامع دیدگاه مردانه رو در اولویت قرار میدن و توی این جوامع با زنان ناعادلانه رفتار میشه. تلاش ها برای تغییر این وضعیت شامل مبارزه با کلیشه‌های جنسیتی و بهتر کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای زنانه. جامعه گرایی تأکیدش بر رفاه و اهمیت جامعه به عنوان واحد اجتماعی اصلیه. این تفکر معمولا روی این ایده پافشاری میکنه که دو قطبی چپ و راست جلوی پیشرفت سیاست رو گرفته و استدلال میکنه که سیاست‌های هر دو طرف برای منفعت جامعه مکمل همدیگه و ضروری هستند. جامعه گرایی معتقد فردگرایی مطلق وقتی با خیر عمومی تضاد داره مضره. محیط زیست گرایی گاهی بهش سیاست سبز هم میگن. شعارشون اینه: اول زمین. اولویت اصلیشون حفاظت از طبیعت، حیوانات و کره زمینه. موضوعاتی مثل کاهش آلودگی، جلوگیری از تغییرات اقلیمی و بازیافت برای این گروه مهمترین ارزش هاست.
ترقی خواهی. دقیقاً نقطه مقابل محافظه‌کار هاست. ترقی‌خواها میگن جامعه همیشه باید دنبال پیشرفت و ایده های نو باشه و نباید درگیر سنت های قدیمی بمونه. پوپولیسم. پوپولیسم یه روش سیاسیه، نه لزوماً یک ایدئولوژی کامل. این روش تمرکزش روی جذب کردن تعداد زیادی از مردم و توجه به حساسیت‌های اونهاست و باورش اینه که هر چی توده های مردم بخوان همون باید بهشون داده بشه. تو این روش جامعه به دو گروه تقسیم میشه: مردم عادی خوب و نخبگان فاسد. رهبر پوپولیست هم میگه من صدای واقعی مردمم و اومدم حقتون رو از این نخبگان بگیرم. این سبک معمولاً با شعارهای ساده و احساسی دنبال جذب حمایت مردمه و وابستگی سیاسی نداره. جمهوری خواهی. جمهوری خواهی یه ایدئولوژیه که حول یک سیستم حکومتی غیر موروثی میچرخه و در مقابل سلطنت طلبیه. این سیستم قدرت سیاسی رو به شهروندانش در یک دولت سازمان یافته به عنوان جمهوری میده. اقتدارگرایی. خیلی ساده، یعنی حرف حاکمه. در این حکومت‌ها آزادی وجود نداره و از همه انتظار میره بدون چون و چرا از قدرت اطاعت کنن. بیشتر پادشاهی‌های قدیمی نمونه ای از حکومت اقتدارگرایانه بودند. حاکم یک کشور اقتدارگرا مخالفان خود را زندانی میکنه و آزار میده. فاشیسم. فاشیسم میگه آدما وقتی جدا از هم باشن ضعیفن، ولی وقتی زیر یه پرچم متحد بشن قوی میشن. در این سیستم یه قدرت مرکزی قوی وجود داره که معمولا منظور یه دیکتاتوره. ارتش بسیار مهمه و هر کس مخالفت کنه به شدت سرکوب میشه. آزادی فردی تقریبا وجود نداره و تمرکز کامل روی قدرت مرکزی و ملیگرایی افراطی قرار داره. فاشیسم به یک سلسله مراتب اجتماعی طبیعی اعتقاد داره و منافع فردی رو به خاطر خیر ملت یا نژاد نادیده میگیره. نازیسم. نازیسم شاخه‌ای از فاشیسمه با اضافه شدن نژاد پرستی افراطی. باورش اینه که نژاد آریایی باید بر بقیه دنیا حکومت کنه تا دنیا جای بهتری بشه. برای همین به شدت ملی‌گراست. برای نازی‌ها آریایی بودن یعنی سفید پوست، دگرجنسگرا، از نظر ذهنی و جسمی توانا، شجاع و غیر یهودی. غیر یهودی‌ها اونترمنش یا فرو انسان نامیده می شدن. نازی‌ها به یوژنیک یا بهنژادی یا همون بهتر شدن نژاد انسان اعتقاد داشتند. به همین خاطر کسایی که بیماری یا نقص ژنتیکی داشتن رو خورندگان بیفایده می‌دونستند و می‌کشتن یا به اردوگاه می‌فرستادن. نازیسم از همجنسگراها هم متنفر بودند و اونا رو هم فرو انسان حساب می‌کردن. امپریالیسم. امپریالیسم یعنی یک کشور قدرتمند کشورهای ضعیف‌تر را زیر سلطه بگیره تا منابع و زمین‌های اونها رو کنترل کنه. این سلطه میتونه مستقیم مثل استعمار کلاسیک یا غیر مستقیم مثل نفوذ اقتصادی و فرهنگی باشه. امپریالیسم به خاطر طرفداری از جنگ و این باورش که ملت‌های قوی باید بر ملت‌های ضعیف حکومت کنن شناخته میشه. ناسیونالیسم. این ایدئولوژی میگه ملت من مهمترینه و باید خودش سرنوشتش رو بسازه. تمرکزش روی اتحاد مردم، استقلال کشور و تصمیمگیری جمعیه تا منافع ملی همیشه در اولویت باشه. سکولاریسم. سکولاریسم یعنی دین و دولت جدا باشن. در این سیستم قوانین و تصمیمات سیاسی نباید مستقیما از آموزه‌های مذهبی الهام بگیرن و آزادی مذهبی برای همه رعایت میشه. فراانسانگرایی معتقده که همه باید خودشونو با تکنولوژی ارتقا بدن تا بتونن بر چالش‌های بشریت غلبه کنن. هدف نهاییشون اینه که همه آدم‌ها به جاودانگی و یه ذهن و بدن فوق پیشرفته برسن. برابری خواهی. برابری خواهی یه مکتب فکریه که روی مفهوم برابری اجتماعی ساخته شده و اون رو برای همه مردم در اولویت قرار میده. بر همین اساس همه شهروندان یک کشور باید طبق قانون از حقوق و رفتار برابر برخوردار باشن. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب یادتون نره.